مرز پرگوهر، ای خاکم سرچشمه هنر. دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان. ای دشمن تو سنگ خاره مرا همه، جان من فدای خاک پاک میهنه. مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم. خواب ضحاک. سپهبد به هر جا که بود موبدی، سخندان و بیدارده بخردی، ز کشور به نزدیک خویش آورید. بگفتان میبینید که در تمام نمونه ها آمده جگر خسته. خواب نمیتونه جگر خسته باشه، یا جگر خسته یعنی جگر رو پاره میکنه، مجروح میکنه، یا جگر سوز، یکی از این دو تاست. من حالا جگر خست میکنم، ولی خب در همه نسخه همین خسته اومده. بگفتن جگر خست خوابی که دید، نهانی سخن کردشان خواستار، ز نیک و بد گردش روزگار. که بر من زمانه کی آید به سر، کرا باشد این تاج و تخت و کمر. لب موبدان خشک و رخساره تر، زبان پر ز گفتار با یکدیگر. تشبیهات رو ملاحظه کنید چقدر زیباست که همه آرام آرام با هم دیگه سخن میگفتن. که گر بودنی، بودنی یعنی تقدیر، که گر بودنی باز گوییم راست، به جان است پیکار و جان بی‌بهاست. یعنی ترس جان داریم، اگر راست بگیم ترس جان داریم که ممکنه ضحاک ما رو بکشه. او گر نشنود بودنی ها درست، بباید همیدون ز جان دست شست. مقصود این که اگر اینها رو هم نشنوه، به ستم خودش انقدر ادامه میده که ما باید جونمون همه از میان بریم. 3 روز اندران کار شد روزگار، سخن کس نیارست کرد آشکار. یارستن یعنی جرأت کردن. به روز 4 برآشفت شاه، بر آن موبدان نماینده راه. که گر زنده تان دار باید پسود، و گر بودنی ها بباید نمود. گر یعنی یا اینجا. این واژه در اوستا هکر، در پهلوی هکر، در فارسی اگر، بعد در فارسی شد ار خیلی جاها به معنی یا به کار میره. نمونه دیگهش در زبان انگلیسی که تبدیل شد به اور، ار تبدیل شد به اور. که گر یعنی یا من باید زنده شما رو به دار بکشم، یا بودنی ها بباید نمود، تقدیری که پیش خواهد اومد اون رو باید به من بگید. همه موبدان سرفکنده نگون، پر از هول دل دیدگان پر ز خون. از آن نامداران بسیار هوش، یکی بود با بینادل و تیز هوش. دلش تنگ تر گشت و بیباک شد، گشاده زبان پیش ضحاک شد. بدو گفت پردخته کن سر ز باد، که جز مرگ را کس ز مادر نزاد. جهاندار پیش از تو بسیار بود، که تخت مهی را سزاوار بود. فراوان غم و شادمانی شمرد، برفت و جهان دیگری را سپرد. هم شمردن، شادمانی شمردن یعنی روزگار رو با غم یا شادی طی کردن. اگر باره آهنینی به پای یعنی ایستاده. اگر توی یک باره آهنین هستی که ایستاده هستی، سپلت بسایت نمانی به جای. بسودن یا پسودن یعنی دست دادن، لمس کردن، مالیدن. سپر تو رو از بین میبره.
کسی را بود زین سپس تخت تو، به خاک اندر آورد سر بخت تو. چو او زاید از مادر پرهنر، به سان درختی شود بارور. به مردی رسد برکشد سر به ماه، کمر جوید و تاج و تخت و کلاه. زند بر سرت گرزه گاوسار، بگیرد زار و ببندد خوار. بدو گفت ضحاک ناپاک دین، چرا بنددم از منش چیست کین؟ دلاور بدو گفت گر بخردی، کسی بی بهانه نسازد بدی. برآید به دست تو هوش پدرش، هوش یعنی مرگ. این واژه در عرصه بوده اعوشه و در پهلوی شد هوش، در فارسی هم هوشه. البته دیگه ما به کار نمیبریم، غیر از شاهنامه جای دیگه در فارسی به کار نرفته. اون واژه دیگه که نظیر این هست اون هوش هست، باید هوش خون که در واژه هوشیار هنوز خوشبختانه تلفظ خودش رو نگه داشتیم. واژه اعوشه در زبان اوستایی محفوظ شد انعوشه یعنی بیمه. بعد در پهلوی شد انوشک، در فارسی شد انوشه. این در حقیقت هوش به صورت اوشه در واژه انوشه هنوز باقی مونده. برآید به دست تو هوش پدرش، از آن دد گردد پر از کینه سرش. یکی گاو برمایه خواهد بودن، جهانجوی را دایه خواهد بودن. تبه گردد آن هم به دست تو بر. اینا رو در آینده گزارش میکنیم. بدین کین کشد گرزه گاو سر، چو بشنید ضحاک بگشاده گوش. اگر شما دارین بگشاده گوش نادرسته، برای که بعد از اینکه این سخنان گفته که گوش رو باز نمیکنه، که پیشتر گوش رو گشوده بود برای اینکه بشنوه چی میگن. بگشاده گوش باید بشه. تو که در نمونه ها اکثرا بگشاده گوش. چو بشنید ضحاک بگشاده گوش، ز تختم در افتاد و زو رفت هوش. گران مایه از پیش تخت بلند، بتابید روی از نهیب گزند. یعنی این خوابگزار کسی که این سخنان رو گفته بود. چو آمد دل تاجور باز جای، به تخت مهی اندر آورد پای. نشان فریدون به گرد جهان، همی باز جست آشکار و نهان. نه آرام بودش نه خواب و نه خورد، شده روز روشن بر او لاژورد. زادن فریدون از مادر. برآمد بر این روزگاری دراز، کشید اژدهافش به تنگی فراز. خجسته فریدون ز مادر بزاد، جهان را یکی دیگر آمد نهاد. این نهادی که در اینجا ازش یاد میشه در حقیقت کیش مهریه که با فریدون، یعنی با زمان فریدون همراه بود و بعد در سرتاسر جهان گسترده شد. یعنی اروپاییانی که مهاجرت کردن به اروپا این کیش مهری رو با خودشون بردن اروپا. از اونجایی که در اروپا همه چیز آسیب میپذیره، اندیشه های مهری در تقریبا 2000 خورده آسیب پذیرفت و داستان‌های خیلی نادرخورد در اونجا پدید اومد و دو کتاب هم بیشتر اروپایی‌ها در این مورد ننوشتن که هر دو کتاب سرمشق شده برای کسانی که درباره مهر و کیش مهر در ایران سخن بگن. من در سال 1162 یک گفتاری نوشتم به نام مهر ایرانی و این پیش گفتار نوشتم که نازی عظیما، من نمیدونم کیم از نازی عظیما ولی خونده بودم. نازی عظیما 282 گفتار و کتاب درباره مهر فهرست کرد. همه اینا از دیدگاه اروپایی نگاه. یعنی هیچ کس اینجا، یعنی بین نویسندگان ما این غیرت رو نداشت که ببینه از دیدگاه ایرانی چی میگن، در حالی که بهترین دیدگاه ها در دیدگاه های ایرانی هم. مثلا اینکه اگر دیده باشید یک گاوی رو داره یک نفر میکشه و اینا همه میگن که این مهر گاو و جنه. اگر مهر صفت خداوند باشه که پس برای چی گاو رو بکشه دیگه؟ گاو رو آفریده دیگه. و در یک نگاره یک کسی داره گاو رو میکشه و
3-4 نفر دیگه هم دیده میشن، همه اونا همین کلاهی که او سرش هست سر اینا هم هست. اونا میگن این کلاه مهره، در حالی که این کلاهیه که امروز شاید کمتر باشه ولی تا 20-30 سال پیش بود. مادرها برای فرزندانشون میگفتن با پشم یا کاموا وقتی که سرشون میذاشتن یه خود هوا سرد بود میکشیدن رو گوشاشون، سر کلاه برمیگشت. شاید دیده باشین شما، این گفتن کلاه مهر. خب در این نگاه مهر از دیدگاه اونا مذکر بوده و گفتم که مهر مذکر گاو رو میکشه. من 2 نگاره پیدا کردم که اینها کشنده گاو زن هستن، به سادگی اندام زنانه‌شون دیده میشه. یکی از اینا نیمه برهنه است که اصلا کاملا دیده میشه، یکی هم که پوشش داره بازم اون هر کس نگاه کنه میفهمه این زنه. اگر مهر مذکر بود و مرد بود چرا پس این 2 تا زن هست؟ عطار نیشابوری یک بیت داره که کو فریدونی که گاوان را کند قربان عید، تا من اندر قتلگاه الله اکبر گویمی. یعنی کیشیمهر رو من از دیدگاه من، عطار داره اینو میگه، کیشیمهر از دیدگاه من به راسته و کیش خداییه. اما مهم اینه که میگه فریدون گاو رو میکشه، یعنی ایرانیانی مهری به درجه میرسن که باید گاو رو بکشن. اتفاقا این گاوی هم که کشته میشه هیچ کس توجه نکرده، هیچ کس توجه نکرده. این بیشتر این پیکرهای گوساله است. یعنی یه زن مثلا به یه درجه از کیش میرسه میخواد گاو، یه گاو 2 تونی رو نمیتونه بکشه. کشتن گاو خیلی مصیبت داره و گاوها سوگوار هم دیگه میشن. یک گاوی رو اگر یک جا بکشن یک کوراک به راه میفته اگر یک گله گاو ببرن جا بشه. تمام اینا این زمین رو بو میکشن، گریه میکنن، عربده میکشن، سون به زمین میکوبن، شاخ به زمین میکوبن. یه حرکت خیلی عجیب و سختی پیدا بشه. بعد هم در حالا امروز دیگه در این کشتارگاه ها شنیدم که اول پای اینا رو به زنجیر میبندن میکشن بالا، بعد بهشون شوک الکتریکی میگن تا بتونن بکشن. خب یه زنی رسید به یه درجه کیش مهر چطور میتونه یه گاو رو بکشه؟ پس اینا هم اگر توجه کنید بعد از این همه میبینید که گوساله از کوچیکه، یعنی به اندازه از یک پیکر یک انسان هم حتی کوچیک‌تره که میشه این گوساله رو کشت. حالا این البته هرودوت درباره قربانی در ایران گفته که در ایران قربانی نیست، ولی اگر کسی بخواد قربانی کنه او این قربانی رو حالا یه گوسفند باشه یا گوساله باشه میبره به بالای یه تپه‌ای، در اونجا یونجه پهن میکنن و این رو روی اون یونجه میکشن و بعد به شادی شاهنشاه و ایرانیان. کاملا این نوشته شد، نه برای خودش، یعنی هیچ کس برای خودش نظر نمیکنه و برای شاهنشاه شادی شاهنشاه و ایرانیان میکشه و بعدم از گوشش خودش هیچ چی نمیخوره، همه رو به دیگران پخش میکنه. این داوری است که هرودوت کرده، یعنی قربانی خیلی کم بوده، اما اگر بوده بالاخره گاه به این ترتیب بوده و اون کسی که داره گاو میکشه مهر نیست. اینا هیچ کدومشون به نوشته های ایرانی نگاه نکردن. من یک گفتار میشم به نام مهر ایرانی که از دیدگاه های ایرانی نگاه کردن به جریان و این کیش مهره که بعدا با مهاجرت آریاییان از ایران به اروپا و آسیای مرکزی باشون برده میشه. منتها همطور که عرض کردم مسخش میکنن اروپایی‌ها، یه چیز دیگه ازش درست میکنن، فقط همین نامش هست که باقی مونده. جهان را یکی دیگر آمد نهاد اشاره به کیش مهر. ببالید برسان سرو سهی، همی تافت زوش فر شاهنشهی. جهان را چو باران به بایستگی، روان را چو دانش به شایستگی. زیباتر از این توصیف در جهان نیست. خب شما همه دارید که اگر شاهنامه ویرایش منه که خب جدا، اگر شاهنامه دیگه نوشتن به سربر همی گشت گردان سپهر، شده رام با آفریدون به مهر. در اون شاهنامه دیگه آفریدون نادرسته برای که فریدون. این واژه در اوستا بوده نام
فرعتونه یعنی سه بهره شدن، هنگام سه بهره شدن ایرانیان رو که تری باشه. تری در زبان افسوی یعنی سه. بعد در پهلوی شد فرتون و در فارسی شد فریدون. جالب اینه که به زبان ارمنی شده هرودون و در زبان ارمنی هیرگ یعنی سه، یعنی همه جا اشاره به سه بهره شدن آریاییان که بعداً ما در داستان شاهنامه خواهیم دید. خب پس آفریدون معرب نام فریدون، گرچه شاعران بازاری همزمان فردوسی آفریدون هم نام بردن. مثلا فرض فرخی که اگر مهد محمود نمیگفت یکی از بزرگترین چهره‌های شعر ایران به شمار میرفت، گفته که مهرگان آمد جشن ملک افریدون. اون که گاو خوش او بودی بر مایونا. یعنی اونا میگفتن افریدون، ولی فردوسی که روان آگاه ایران هیچ جا نگفته. بنابراین در کلیه نسخه هایی که مورد نگرش خالق مطلق و شاهنامه مسکو بوده، یکی از این نسخه ها آورده فریدون. منتها بیت اینطور درست میشه، همینطور اینو میخونم: به سربر همی گشت گردان سپهر. به سر کی؟ باید معلوم شه به سر کی گردان سپهر بوده. اگر شه به این اضافه بشه میشه به سر برش میگشت گردان سپهر، یعنی به سر بر سر فریدون سپهر میگشت، چون فریدون به جهان اومده بود دیگه. به سر برش میگشت گردون سپهر، شده رام با او فریدون به مهر. یعنی فریدون با سپهر گردون رام شده، نه اینکه سپهر رام فریدون شده باشه. شده رام با او فریدون به مهر. بازم میبینید که اشاره به کیش مهر، یعنی آغاز شد اندیشه به کیش مهری در جهان. اینا در زیرنویس شرط دادم. چهار بیت افسوس است. زمین کرد ضحاک پر گفتگوی، به گرد جهان هم بر این جستجوی. گذاسی به او پرهنر آبتین، چو سیماب لرزان شده بر زمین. این پیوند درست داره، ولی در همه شاهنامه‌های موجود اینجا اومده فریدون که بودش پدر آبتین شده تنگ بر آبتین بر زمین. در همه زبان‌ها آریایی وقتی که فاعل رو بخوان ازش یاد کنن، اول نام فاعل میارن و فعل به فاعل برمیگرده. من رفتم تو نوشتی او مثلا خورد، فعل حتما به فاعل برگرده. در حالی که در اینجا گفته شد فریدون که بودش پدر آبتین شده تنگ بر آبتین بر زمین، یعنی فعل برگشت به آبتین و این نادرست. در یکی از نسخه های مورد توجه خالق مطلق، همون نسخه فلورانس که داشته، گونه تقریبا درستش اومده: گذاسی به او پرهنر آبتین، چو شماب لرزان به روی زمین. خالق مطلق این شماب رو تو کمانک نوشته سیماب بوده. سیماب یعنی جیوه و جیوه میلغزه روی زمین، یعنی بیزنش حرکت بکنه، یعنی هر جا که باشه یه جا وا نمیسته. نشون میده که آبتین زمین کرد ضحاک پر گفتگوی، به گرد جهان هم بر این جستجوی. گذاسی به او پرهنر آبتین، چو سیماب لرزان شده بر زمین. آبتین جای خودش مرتبا تغییر میده، برای که اگر یه جا باشه این روزبانان بین جلادان ضحاک اون رو پیدا میکنن. پس بنابراین مرتبا باید جای خودش رو تغییر بده. و من یک جاهایی رو پیدا کردم در ایران که پناهگاه جوانان ایرانی بوده در زمان ضحاکیان، که اون رو در داستان ایران عکسش رو خواهید دید. زمین کرد ضحاک پر گفتگوی، به گرد جهان هم بر این جستجوی. گذاسی به او پرهنر آبتین، چو سیماب لرزان شده بر زمین. گریزان و از خویشتن گشته سیر، سیر باید گفت، برآویخت ناکاه بر کام شعر. این
سیری که ما الان میگیم هم برای سیر گیاهی میگیم هم برای سیر بودن از غذا، این یکیش سیر هست یکیش سیره. سیر گیاهی سیره و اون که انسان از غذا سیر میشه اون سیر هست، باید فرق داشته باشه. حالا اون جانور اون شیر گفته میشه، این مایه‌ای که مثلا از گوسفند میگیرن این شیر باید گفته میشه. در زبان‌های گوناگون ایرانی این درست تلفظ میشه، مثلا در خراسان، در کردستان، در جاهای مختلف درست تلفظ میشه، ولی گویش تهرانی و اصفهانی اینا هر دو تا یک جور میگن. یک شعری از مولوی است که میگه که کار نیکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شعر شیر. البته مولوی اینجا غمزه اومده، آن یکی شعری است اندر بادیه یعنی بیابون، وان دیگر شیری است اندر بادیه یعنی کاسه. آن یکی شعری است کآدم میخورد، وین دیگر شیری است کآدم میخورد. باز یعنی مولوی غمزه اومده اینجا، ولی بیت اولش رو میگه که شعر در نوشتن با شیر یکی از که اگر فریدون به دنیا اومد گاوم بعد از اون به دنیا اومد، این گاو نمیتونه به بچه شیر بده. کجا نامور گاو برمایه بود، که شایسته بر تنش پیرایه بود. به پیش نگهبان آن مرغزار، خروشید و بارید خون برکنار. بدو گفت این کودک شیرخوار، ز من روزگاری به زنهار دار. زنهار، زن در افسو زننگ یعنی اسلحه و زنهار یعنی در پناه اسلحه و جنگ افزار کسی بودن. دیگه خیالش راحت باشه من در زنهار و فلان کس هستم و او از من دفاع. و به قدر این زنهار در فرهنگ ایران معتبر بوده که اگر کسی زنهار میداد به کسی رو خلاف اونو میکرد، دادگاه ها درباره او رأی نمیدادن. مثلا فرض کنید دادگاه رأی میداد که یه نفر با چوب گاو خودشو زده، بر بنیاد اینکه با از دست راست زده باشه، اینطوری زده باشه، یا از دست چپ زده باشه، یا از بالا زده باشه، جریمهش فرق میکرد. برای اینکه اگه اینطوری بزنه ضربه کمتر میشه، اینطوری بزنه این قوس دست بیشتر، ضربه بیشتر میخوره. اگر بالا بزنه استخونهای حیوان آسیب میکنه و این جریمهش فرق میکرد. یه در حقیقت دادگاهی اینقدر دقیق کار میکرد که برای چی جریمه بکنه، چقدر جریمه بکنه. زنهار خاری رو میگفتن در شأن ما نیست، خداوند خودش میگه دیگه ما نمیتونیم. و اینجا به زنهار میگه، به زنهار اون نگهبان اون گاو و اون نشانه این دوران نشانه پرورش بیشتر گاوه و آموزش بیشتر گاو در زندگی ایرانیانه که خب خجسته بوده دیگه. یعنی بچه ها این ترتیب وقتی که از شهرها دور می شدن نمیتونستن پهلو مادرشون باشن، بایستی که شیر و گاو بخورن، میرفتن به مزارع و بیشتر به کوهستان ها اینا میرفتن و اینا شیر و گاو میخوردن، پرورش پیدا میکردن. چون اینطور معلومه که اون رایزنان بیورسب یا ضحاک یا پادشاهی بابل برای قربانی کردن به آتششان ها جان پسران رو میخواستن، جان دختران رو نمیخواستن. به این ترتیب دختران نجات پیدا میکردن. پس پسران رو باید از کودکی گریزاند که اینا با شیر و گاو بزرگ بشن. یعنی برای اونها گویا فرق نمیکرده که مثلا پسر 2 ساله باشه، 1 ساله باشه یا مثلا 20 ساله باشه، فقط با پسر قربانی میشه. به این ترتیب مادران نجات پیدا کردن، دختران نجات پیدا کردن و به یاری پسران اومدن. وقتی که گفت زمن روزگاری به زنهار دار، در شاهنامه‌های دیگه همه آوردن که پدروارش از مادر اندرپذیر. این دوباره است و بعدم نادرسته، چون وار رو که ما به معنی مانند میگیریم، این واری در حقیقت بار هست. من چند تا واژه رو میگم براتون که ببینید اینا همه بار.
گوشوار، کولوار، اسوار یعنی سوار اسب، پیلوار یعنی باری که سوار بنزه پیله، خروار یعنی باری که بنزه که خر میتونه بره، دستوار یعنی بار دست یعنی عصا، تاجوار یعنی گوهری که اینقدر ارزش داشته باشه که بره رو تاج شاه، بار تاج بشه. شاهوار یعنی جامعه‌ای که اینقدر ارزش داشته که بار بر تن شاه بشه، یعنی شاهونی بپوشه. در همه اینا وار به معنی واره و پدروار معنی نداره. ولی متاسفانه فکر کردن، نویسندگان فکر کردن که پدروار یعنی مانند پدر. و بعد فرنگستان ما هم که دیگه جشنواره و خیلی از اینا درست کرد، چون سواد تو این فرنگستان نیست و تمام واژه‌هایی که درست میشه خلاف فرهنگ ایران. من الان یک واژه رو به شما بگم که در فرهنگ‌های ما اومده، هم فرهنگ‌هایی که درباره خوراک. نان تونک یعنی نان لواش، نان تونک یعنی نازک. از تنور که می‌بردن بیرون قبلا گوشت کوبیده رو با ادویه و با هر چیزی که لازم بود پخته بودن، بعد اینو میریختن روی نان رو لوله میکردن. وقتی که لوله میشد اینا رو هم میذاشتن. این نان اسمش بود بزماورد. وقت کاملا تحصیلی شده که موقع خوردن اینو باید با کارد ببرن و بعد هم بزنن، چون گاز زدن در انژه ایرانی خیلی زشت بود، یعنی کار اهریمنی بود و شما همه حتی هنوز مادر بزرگایی رو به خاطر دارین که ننه جان اینو لقمه رو انقدر بگی که تو دهنت جا میگیره. حتما شما همه شنیدین این رهاورد ایران باستانه. پس بنابراین این بزماورد باید با کار کرد گذاشته هم. خب وقتی ما این واژه به این زیبایی رو داریم و از چند هزار سال پیش هم بزماورد رو داشتیم و یه لرد انگلیسی بوده که خیلی عاشق قمار بوده و این همیشه قمار میزده، نمیتونسته بره غذا بخوره. دستور میده برای من غذامو لای نون بپیچین بریم که هم غذا بخورم هم قمار بزنم. این لرد اسمش بوده ساندویچ. بعد اون وقت این غذا رو کردن ساندویچ، به دنیا هم آوردن. ما اینجا فرهنگستان بی ثباتمون اینو کرده دراز لقمه. خنده داره، گریه داره، خنده نداره. در حالی که ما چند هزار سال پیش بزماورد رو داشتیم. در صورت وار، پدروار معنی نداره. پدروار یعنی بار پدر و نادرسته. بیت بعدیش رو خودتون توش خودتون بکنید ببینید چه دشنام بزرگی به فرانک شده. افزاینده. خودتون بکنید توش. پاره یعنی رشوه. خب بدو گفت که این کودک شیرخوار ز من روزگاری به زنهار دار، پرستنده بیشه و گاو نغز، چون این داد پاسخ بدان پاک مغز، که چون بنده در پیش فرزند تو بباشم پذیرنده پند تو. نشد سیر ضحاک از سیر باز، ضحاک زان جستجوی، شد از گاو گیتی پر از گفتگوی. دوان مادر آمد سوی مرغزار، چون این گفت با مرد زنهاردار. دوباره زنهاردار اینجا آمده، پدروار نادرست. که اندیشه‌ای در دلم ایزدی، فراز آمده است از ره بخردی. پیداست که روزبانان ضحاک میرن، متوجه شدن که پسرها کجا هستن، میرفتن جاهایی که مرغزار بود و گاو نگه می‌داشتن، اونجا رو گاوا رو می‌کشتن اینها. بنابراین گروهی از مادران که متوجه شدن این بچه رو از اونها گرفتن که دیگه اونجا آسیب نتونن ببینن، بچه هاشون رو. که اندیشه‌ای در دلم ایزدی، فراز آمده است از ره بخردی. همی کرد باید که از آن چاره نیست، که فرزند و شیرین روانم یکیست. شبم ناپدید از میان گروه، برم خوب رخ را به البرز کوه. پناه گرفتن در کوهستان، غارهایی که در کوهستان ها میکردن و این ایرانیان در اونجا زندگی میکرد. بیاورد فرزند را چون نوند یعنی شزاغان،
ولی وقتی گفته چون شتابان، نوند معنی صفت اسب هم. اسب تیزرو رو هم نوند میگن. بیاورد فرزند را چون نوند، چو قرم ژیان، قرم یعنی بزرگ کوهی، چو قرم ژیان سوی کوه بلند، یکی مرد دینی بر آن کوه بود که از کار گیتی بیندوه بود. فرانک بدو گفت که پاک دین، منم سوگواری از ایران زمین، بدان که این گرانمایه فرزند من، همی بود خواهد سر انجمن. پادشاه میشه. تو را بود باید نگهبان اوی، پدروار ببینین اومده، پدرسان باید باشه. پدرسان لرزنده بر جان اوی، بپذرو فرزند او. فرزند او نادرسته، را میخواد، اما اگر بگیم بپذرو فرزند را نیک مرد، درست میشه. زیر نویسیم همه شرط نشد. نیاورد هرگز بر او باد سرد، خبر شد به ضحاک بر روزگار. بر روزگار وقتی میگه که با این صفت ازش یاد میکنه، در فرهنگ ایران باستان دو گونه پادشاهی و فرمانروایی رو در نظر داشتن. یکی هو پادشاهی، یعنی پادشاهی نیک که با مردمداری و راستی و پاکی همراه بوده. یکی دوش پادشاهی، یعنی پادشاهی بد. هو پادشاهی مثلا فرض کنید که فریدون و که قباد و که خسرو اینها. دوش پادشاهی افراسیاب و ضحاک و اسکندر. این که میگه ضحاک بد روزگار، مقصود اینه، یعنی که پادشاهی بد داره. خبر شد به ضحاک بد روزگار، از آن گاو برمایه و مرغزار، بیامد بدان کینه چون پیل مست، مران گاو برمایه را کرد پست. یعنی تمام کشتارها و همه گله ها گاوا رو همه رو کشت. همی هرچه دیدن در آن چارپای، بیفکند و زیشان بپردخت جای. سبک سوی خان فریدون شتاب، فراوان پژوهید و کس را نیافت. به ایوان او آتش اندر فکند، ز پا اندر آورد خاک بلند. یک صفحه‌ای داریم ما در گنجدره حسین کرماشان که پیدا شده درست مصادف با آغاز فرمانروایی ضحاک، یعنی 7000 سال میشه. و برای نخستین بار ما اونجا میبینیم که آثار آتش سوزی گسترده و کشتار و یک نفر تو استخوناش لای خاکستر هست، یعنی اینا رو که آتیش میدادن مردم هم مینداختن تو آتیش. با اون یک نفر هم قدش به اندازه من بوده، نزدیک به 2 متر بوده. بیچاره مردم ایران که اینطور گرفتار میشدن، بکشنشون، بندازن زاد. اما 1000 سال ستم گذشت. ملت ایران باید پایدار باشه و پایمرد باشه، ستم ها را از خودش بگذاره. پژوهش فریدون از فرانک درباره نژاد. چو بگذشت از آن بر فریدون 28 وقتی گفته میشه برای که 16 در آهنگ گفتار شاهنامه نمیگنجه. ز البرز کوه اندر آمد به دشت، بر مادر آمد پژوهید و گفت که بگشای بر من نهان از نهفت، یعنی راز پنهان مرا آشکار کن. نگویی مرا تا که بودم پدر. فریدون به مرحله رسیده که میفهمه که هر فرزند باید پدر داشته باشه. این نظیر این در داستان رستم سهراب تکرار میشه، یعنی سهراب وقتی بزرگ میشه میاد مادرش رو میگه که من پدرم کی هست باید بگم. نگویی مرا تا که بودم پدر، کیم من به تخم کدامین گوهر. فرانک بدو گفت که نام جوی بگویم تو را هرچه گفتی بگوی. تو بشناس که از مرز ایران زمین یکی مرد بود نام او آبتین. آبتین در عرصه بوده آثویه 3 نقطه آثویه و در فارسی آبتینه، چون که آثویه در سانسکریت بوده یک عده با خودشون گمان بردن که باید این رو برگردونن بکنن آتبین. نمیدونم شما شنیدین کسانی که نامشون آتبین باشه و این نادرسته، برای که ما در متون سانسکریت هم آبتیه داریم، یعنی اونجا هم
ب و ت جای خودش عوض کرد. در وقتی در متون سانسکریت آبتیا باشه، پس در فارسی میتونه آبتین باشه، جاش عوض میشه. ولی خب البته در اوستا آفیا بوده. تو بشناس که از مرز ایران زمین یکی مرد بود نام او آبتین، پدر بود تو را و مرمرا نیک شوی. این کسانی که شاهنامه بیرون شما رو ندارن خیلی سخت پیدا میکنن. با این حال اینجا 3 بیت افسوده است که از بیت 4 باید. پدر بود تو را مرمرا نیک شوی، نبود روز روشن مرا جز بدوی. چنان بود که ضحاک جادو پرست، از ایران به جان تو یازید دست. از او من نهانت همی داشتم، چه مایه به بد روز بگذاشتم. بگذاشتم یعنی گذرانیدم. پدرتان گرانمایه مرد جوان، فدا کرد پیش تو روشن روان. روشن روان یعنی زنده، یعنی روان روشن، یعنی روانی که با تن همراه است. انوشهروان یعنی کسی که مرده و روانش دیگه جاودان شده. یه بیت یکی گاو دیدم چو خرم بهار، سراپای نیرنگ و رنگ و نگار. دو بیت پستان آن گاو طاووس رنگ، برافراختی چون دلاور پلنگ. من طبق عادت کودکی که از بزرگترها شنیدم پستان خوندم، اما این پستان هست پیوستان. پیو یعنی شیر، به زبان عروسی پیو یعنی شیر، پیوستانه یعنی جایگاه شیر. برافراختی چون دلاور پلنگ، سرانجام زن گاو آن مرغزار. یک خبر شد. یک یعنی هم به معنی یکی هم به معنی ناگهان. یک به معنی ناگهان الان در زبان معمولی امروز ما به صورت یک ناغافل دیده میشه. میگیم یکه یا یکه خوردم. یکه خوردم یعنی چی؟ یعنی یه چیزی ناگهان متوجه شدم. یک خبر شد سوی شهریار، ز بیشه ببردم تو را ناگهان. گریزنده زیبان و از خان و مان، بیامد بکشتن گرانمایه را. چنان بی زبان مهربان دایه را. دایه یعنی پروراننده. و ما امروز تصور میکنیم که دایه فقط باید یک زن باشه، اما در حالی که میبینیم رستم که سیاوش رو بزرگ کرده، میگیم در شاهنامه که برای رستم زابلی دایه بود، یعنی دایه سیاوش. و در زبان لوری و کردی دا گفته میشه یعنی مادر، یعنی پروراننده. از ایوان ما تا به خورشید خاک، برآورد کردن بلندی مغاک. فریدون چو بشنید، باز دارین شما بگشاد گوش. بعد از گفتن که بگشاد گوش معنی نداره، بگشاده گوش باز درسته. فریدون چو بشنید بگشاده گوش، ز گفتار مادر برآمد به جوش. دلش گشت پر درد و سر پر ز کین، به ابروز خشم اندر آورد شین. چون این داد پاسخ به مادر که، شعر نگردد مگر با آزمایش دلیر. آزمایش یعنی سختی بردن و رنج بردن، ستم کشیدن. جالب اینه که ما این آزمایش رو معادل عربیشی که داریم امتحان هست توجه نکردیم که خود امتحان ازش این محن یعنی سختی کشیدن بود و آزمایش یعنی سختی بردن. یعنی کسی باید مرتباً تمرین کنه کارهای سخت رو که میشه آزمایش. سعدی در یک شعر داره که نبرد پیش مصاف آزموده. ببینید مصاف آزموده معلوم است چون که مسئله شهر پیش دانشمند. در شاهنامه جنگ آزمایی زیاد اومده. این کسی زیاد از جنگ سختی کشیده قصد هم بود. چون این داد پاسخ به مادر که شعر نگردد مگر بازمایش دلیر. کنون کردنی کرد جادو پرست، مرا برد باید به شمشیر دست. بپویم به فرمان یزدان پاک،
برآرم از ایوان ضحاک خاک. بدو گفت مادر که این نیست رای، تو را باز جهان سر به سر نیست پای. این رای نیست، پای نیست، یعنی پای داره نمیتونی کنی. یعنی ابتلایی که کسانی که شعر سرودن، نمیدونم شما میدونید یا نه، من پیشتر شعر میسرودم و یه روز من شعر رو گذاشتم کنار به خاطر شاهنامه. من با خودم اندیشیدم که خب مگر فردوسی پیشتر از شاهنامه شعر نسروده و چرا ما از اون خبر نداریم؟ بعد از شاهنامه که طبع انسان میشه مثل آبشار انایتا شعر نسروده، چرا ما اونا رو خبر نداریم؟ به اون نتیجه رسیدم که فردوسی شعرهای پیشتر خودش همه رو سوزوند و گفت این شعر عاشق چشم ابرو فلان به درد کار بزرگی که من گرفتم نمیخوره. بعد وقتی شاهنامه هم تموم شد گفت من بلندترین سخن جهان رو گفتم، دیگه نباید شعر بگم. اون روز من تصمیم گرفتم دیگه شعر نگم و شعر رو گذاشتم کنار. ولی طبعم خیلی روانه، همون طبع من آبشار انایتاست. شعرهایی که سرودم همه در اوجه ولی نمیخونم دیگه، شاعر نیستم اصلا. اما چیکار کنم، این طبع وقتی که اینطوری بود اون وقت این چیزا رو پای نیست و ممکنه بخونم نیست پای از پیش خودم بخونم. جهاندار ضحاک با تاج و گاه، میان بسته فرمان و او را سپاه. یک بیت جز این است آیین پیوند کین، جهان را به چشم جوانی مبین. این مادر خردمند فرانک که فرزند خواست به جنگ بره، گفت نه هنوز زوده، جهان را به چشم جوانی مبین. اما یه مادر دیگه هم ما داشتیم که متاسفانه از خود خرد نشون نداد و تهمینه بود. همین که سهراب بزرگ شد و من میرم برانگیزم از تخت کاووس را، به پا بفکنم بیژن و طوس را، چیکار کنم و همه خشک‌تر آتیش بزنم فلان. میام پدرم بردارم بیرون توران افراسیاب بکشم، پدرم رو تخت شاهی بشونم، چون رستم پدر باشد و من پسر، به گیتی چه باید یکی تاجور؟ چرا برای چی باید؟ چه لازمه؟ پدر من باید پادشاه بشه، منم پهلوان بشم. ما دیدیم که چه سرنوشت غم‌آلودی داشت که ما هزاران سال هر وقت به این داستان پر از اشک و آه می‌رسیم، ایرانی نیست که به این داستان گریه نکنه. واقعا راهنمایی نکردن مادر اونجا، اینجا مادر خردمند راهنمایی درست کرد. جز این است آیین پیوند کین، یعنی پیوند کین یعنی کین رو ترتیب دادن. جهان را به چشم جوانی مبین، که هر کو نوید جوانی چشید، به گیتی جز از خویشتن را ندید. بدان مستی اندر دهد سر به باد، تو را روز جز شاد و خرم مباد. داستان کاوه آهنگر با ضحاک. چنان بود که ضحاک خود روز و شب به نام فریدون گشادی دو لب، همش از ترس. بران برز بالا، یعنی اون در اوج قدرتی که داشت، بران برز بالا ز بیم نشیب، یعنی از ترس اینکه شکست بخوره پادشاهش از بین بره، شده از فریدون دلش پرنهیب. دو بیت از آن پس چنین گفت با موبدان که ای پرهنر با گوهر بخردان، مرا در نهانی یک دشمن است. فارسی الان در تاجیکستان میگن یکه، درست به همین ترتیب که بر بخردان این سخن روشن است. ندارم همین دشمن خرد خار، بترسم همین از بد روزگار. سه بیت. یکی محضر اکنون بباید نوشت، که جز تخم نیکی سپهبد نکشت. یعنی یه گواهی بدین که سپهبد یعنی ضحاک به جز از نیکی هیچ کاری نکرد. همه فرمانروایان ستمگر ساستار، یعنی ساستار یعنی ستمگر، بعد از این ساستار ایرانی سیاست تازی درست شد و از سیاست سیاست درست شد. سیاست غیر از کشتن و دست با بریدن اینا هیچی نیست. نمیدونم کدومتون داستان تاریخ بیهقی رو خوندین؟ هیچ کس؟ یه نفر خوندین؟ مثلا بارها 2 نفر
بارها اومده بفرمود تا نیک سیاستش کردن و بر دست و پای بشکستن. نیک سیاستش کردن، پاش دستش کردن، بعد بارها تو چیز نصر بیهقی این بوده. حالا همه جهان میگن ما سیاست. اون چیزی که در فرهنگ ایران خلاف این بوده، این چیز بوده اروند، ببخشید اورند. اورند یعنی پادشاهی نیک، پادشاهی بر دل مردم، که اونجا پشوتن به اسفندیار، موقعی که اسفندیار میگه باید جمع کنیم با رستم، پشوتن میگه که شنیدم همه هرچه رستم بگفت، سخنهاش با مردمی بود جفت، نساید دو پای ورا بند تو، نه اندیشه از فر و اورند تو. از بزرگی پادشاهی تو اندیشه نمی‌کنی. سوار جهان پور دستان سام به بازی، سرندر نیارد به دام، بترسم که این کار گردد دراز، به زابل میان دو گردن فراز. خود این ساستار از ریشه سا اوستایی گرفته شده. سا یعنی بریدن، قطع کردن. اون وقت با پسوند تره که اسم فاعل میسازه شده ساتره. ساتره امروز در زبان فارسی تبدیل شد به ساتور. ساتور چیزی که قطع میکنه. همینطور که چا یعنی پنهان کردن، چاتره یعنی پنهان کننده، شد چادر. و حالا در تهران گفتن چادور. تهرانی که اینجا نداریم، ولی من یادمه که مادر بزرگان گفتن چادور. یعنی همطور که ساتر شد ساتور، چادر هم شد چادور. پس بنابراین یعنی قطع کن. ساستار یعنی کسی که کارش زدن و بریدن و گردن رو کنن، که ازش سیاست درست شد. حالا این کس میگه که من غیر از کار نیک هیچ کار نکردم، یه گواهی بدید. نگوید سخن جز همه راستی، نخواهد به دادن درون کاستی، ز بیم سپهبد همه راستان، بدان کار گشتند هم داستان. همون گه یکایک دیگه میدونی یعنی ناگهان ز درگاه شاه برآمد خروشیدن دادخواه. یک کسی که به دادخواهی اومده، ستمتیده را پیش او خواندند، بر نامدارانش ننشاندند. بدو گفت مهتر به روی دژم، که برگوی تا از که دیدی ستم. خروشید و زد دست بر سر شاه، که شاها منم کاوه دادخواه. یکی بیزیان مرد، در بعض نسخه‌ها بوده بیزبان که نمیشه، بیزیانه. یکی بیزیان مرد آهنگرم، ز شاه آتش آید همی بر سرم. تو شاهی جو گر یعنی یا، اگر شاه هستی یا اژدها پیکری، بباید بدین داستان داوری. اگر 7 کشور به شاهی تو راست، چرا رنج و سختی همه بهر ماست. شما رید با من بباید گرفت، بدان تا جهان ماندن در شگفت. مگر کس شما رو تو آید پدید، که نوبت ز گیتی به من چون رسید. که مارانت را مغز فرزند من، همی داد باید ز هر انجمن. پیداست که اینا وقتی میخواستن که جوانان رو قربانی کنن، به راههای خیلی دور نمیرفتن که جوانان رو بردارن بیارن. اون زمان نه گردونه بود و عرابه بود و وسایل حمل هیچی نبوده که. همین بیشتر همین جوانانی که نزدیک کوه آتشفشان بودن، همینا رو میبردن و قربانی میکردن. برخی یعنی قربانی. سپهبد به گفتار او بنگرید یعنی توجه کرد. ما به عربی میگیم توجه کرد. شگفت آمدش کان سخنها شنید، بدو باز دادند فرزند اوی، به خوبی بجستند پیوند اوی. بفرمود مر کاوه را پادشاه، که باشد بدان محضر اندر گواه. یعنی این گواهی که می‌خواستن بنویسن او هم گواهی بده. یک بیت خروشی که پای مردان دیو، برید دل از ترس گیهان خدیو، یعنی خداوند. همه سوی دوزخ نهادید روی،
سپر دید دلها به گفتار او، دلتون رو به اون سپردید، اما دلها نادرسته برای که راه آنجا میخواد. اگر بگیم دل را درست میشه. سپر دید دل را به گفتار او. نباشم بدین محضر اندر گواه، نه هرگز براندیشم از پادشاه. خروشید و برجست لرزان ز جای، بدرید و بسپرد محضر به پای. گرانمایه فرزند او پیش او، ز ایوان برون شد خروشان به کوی. من در کتاب زندگی موجد آجاییان نوشتم که این محضر عبارت بوده از یک سنگکنده روی کوهستان که بعد همه این پادشاه ها که از این سنگکنده ها دارن همه اینا میگن معادل بوده، خوب بود. فیلم مثلا سخنی که میخوام بگم سنگینه ولی گوش کنید، چون ما ایرانیان متاسفانه تحت تاثیر تبلیغات 1000 ساله، 2000 ساله، 3000 ساله هستیم. این گروهی که به زنجیر بستن گردنشون جلو داریوش آوردن، پاها بسته، یه نفر زیر پای داریوش داره استفاده میکنه، اینا همه ایرانیان، تمام ایرانیانی بودن که با انتقال پادشاهی از کوروشیان به داریوشیان مخالف بود که در سنگ‌نوشته های خود داریوش اومد. مثلا ماد 5 بار قیام کرد. شما میدونید که ماد حکومت در دست ماد بود و بعد کوروش با آشتی حکومت را از ماد گرفت. باز همین مادی ها حکومت کوروش رو میخواستن، نه حکومت داریوش. منتها میبینید که یه پیکره اون بالا زده که اهورامزدا، بعدم همه جا میگه راست بگین راست بگین. بعد به زودی که یعنی 2 سال دیگه میرسیم به حکومت داریوش که فردوسی برای هیچ کس این نگفته، فقط برای داریوش گفته. یکی مرد بود تیز دارا و تند، شده با زبانش دل تیغ کند. آغاز پادشاهی داریوش رو اینطوری میگه، در حالی که جاهای دیگه میگن پادشاه به تخت نشست و بزرگان اومدن و تبریک گفتن و خجسته-باد گفتن و گوهر ریختن و مروارید ریختن و اینا. فقط درباره داریوشه. یکی مرد بود تیز دارا و تند، شده با زبانش دل تیغ کند. این اون کشیده بالای بیستون، یکی از بزرگترین شاهکارهای هنر جهان اون البته، ولی خودشو عادل نشون میده، در حالی که اونا همه ایرانی، سرداران ایرانی هستن که کشته شده. و بعد داریوش در سنگ نوشته میگه که ای کسی که بعد از این خواهد این سنگ نوشته رو از بین نبر. من در همون 30 سال پیش تو کتاب زندگی ماجرا نوشتم که از کجا معلومه داریوش سنگ نوشته پیشین رو از بین نبرده باشه، برای که ما از کوروش اثری نداریم و کوروشی که جهان داره ستایشش میکنه. داریوش در یکی از نوشتهاش 1 بار میگه مردی از خاندان ما کوروش نام. خیلی خیلی جسارت میخواد. جهان داره کوروش ستایش میکنه، این میگه مردی از خاندان ما کوروش نام، خودشو بالاتر کوروش میگیره. بیگمان همین کارو کرده که با آیندگان دیگه با من نکن. منتها اگر شما به کرمانشاه رفته باشید، پایین همون بیستون یک جای خیلی بزرگ کنده بودن که صاف کردن که سنگ نوشته رو اونجا بنویسن. کدومتون دیدین؟ دست راست دیدین؟ خیلی خوب. بعد حتما رایزنان بهش گفتن اینجا ننویس، اینجا بعدا میان بردن یه جایی نوشتن که تا 2000 سال کسی نتونست اونجا بره. بعد این اروپایی‌های در حقیقت خیلی پافشار که این چیه رفتن بالا چیز گذاشتن و جرثقیل و چیه و اینا گذاشتن، چوب گذاشتن، رفتن دیدن که کنده نشه. پادشاه‌ها از این کارا میکردن، همه میگن ما راسخو هستیم، ما عقل داریم. این همین چیزی که پدر همه ساسداران جهان اینجا گفته. مهان این که گفتم در آینده خیلی نزدیک معلوم میشه که این یک سنگ نوشته ای که روکوهای اوپایری سعینه که ما همه اسم یونانیشو میگیم زابروس متاسفانه. اوپایری سعینه یعنی کوهی که بر فرازش آهنه. شما میدونید که نخستین کانهای فلز و اینا تو کوه همین اوپایری سعینه پیدا شد. نخستین فلزگری های جهان پیرامون این کوه و بالای این کوه. اصلا این کوه در فارسی یعنی کوه فلز
یعنی آهن سعینه، یعنی آهن فلز. اینو شما داشته باشید تا حالا ببینیم که ضحاک چی میگه. مهان شاه را خواندند آفرین که این نام بر شهریار زمین ز چرخ فلک بر سرت باد سرد نیارد، یعنی جرأت نمیکنه. نیارد گذشتن به روز نبرد، چرا پیش تو کاوه خامگوی به سان همالان کند سرخ روی. همه محضر ما به پیمان تو بدرد بپیچد ز فرمان تو. معلوم شد که باشندگان کوهستان اروپایی سینه رفتن در غیاب اینا رفتن اون سنگ‌ها رو همه بیرون کرد. شه نامور پاسخ آورد زود که از من شگفتی بباید شنید، که چون کاوه آمد در گه پدید دو گوش من آواز او را شنید. میان من و او در ایوان درست یکی آهنین کوه گفتی برست. ببینید کوهستان اروپایی سینه رو این اشارات عجیب و شگفت واقعا عجیب شاهنامه است. منتها باید کسی بدون این زبان ها رو هر کسی رفته چاپ کرده شاهنامه و برای این شاهنامه ها هیچ کس هم تبلیغات بد نشده، فقط برای من هست که باید تبلیغات شده. هیچ همینطور چاپ کرده 18 گونه شاهنامه چاپ شده، هیچ کسی هیچی نگفته. برای که نمیدونن این کسانی که این کار کردن میبینن با یه شگفتی عجیب رو هستن چیکار کنن؟ سر صدا کنن. درست اروپایی سینه اینجا بود. چرا کاوه خامگو رو تعدیب نکرده که بین من و او این کوهستان بود؟ نتونستم. ندانم چه شاید بودن زین سپس، که راز سپهری ندانست کس. خب وقتی ما به پایان رسید شاد